ای زنانی به نام مسلمان، آیا شما فراموش کردید که زن در اسلام نشانه عفت و شرف است؟ چرا بعضی از شما راه فحش و بی‌حیایی را پیش گرفته اید؟ چرا لباسهایتان را کوتاه و تنگ و نیم برهنه می‌کنید؟ خود را در کوچه های اینترنت به حجاب نشان می‌دهید. این راه زنانی مسلمان نیست. این راه زنانی منافق، کافر و راه زنانی فاحشه و بی‌حیا است. حیف گریه‌های پیامبر خدا درود خداوند بر او باد می‌فرماید: دو گروهی از اهل دوزخند که تا حال آنها را ندیدم. یکی از آن دو گروه زنانی هستند که لباس دارند اما لچ و نیم برهنه هستند. مردان را به سوی خود جلب می‌کنند. آنها به بهشت نمی‌درآیند و حتی بوی آن را هم احساس نمی‌کنند. ای زنانی بی‌حیا، آیا نمی‌دانید که هر یک قدم شما به سوی فحش و بی‌حیایی و به سوی آتش دوزخ است؟ آیا نمی‌دانید که فرزندانتان از شما چه عبرت می‌گیرند؟ اگر مادر بی‌حجاب و بی‌حیا شود، جامعه ویران می‌شود. برگردید به سوی عفتی که مادر و مادر کلانتان داشتند. برگردید به سوی حجاب و حیا. به سوی خدا روی بیارید تا الله شما را ببخشد، وگرنه عذابی دردناکی الله شما را منتظر است. دانسته باشید.